سلام به همه، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم یک کوکی ترکدار رد ولوت فوق‌العاده خوشمزه و زیبا درست کنیم که هم ظاهر جذابی داره و هم طعمش محشره. بریم سراغ پختش. برای شروع 110 گرم کره به دمای محیط رسیده رو که کاملا نرم نشده رو بریز توی ظرفت. 200 گرم شکر سفید رو هم بهش اضافه کن و با همزن شروع به هم زدنشون کن. تا جایی کره و شکرت رو هم بزن که کاملا با هم مخلوط بشن. بعد از اینکه مخلوطشون کردی 2 تا دونه تخم مرغ بهشون اضافه کن. یادت باشه تخم مرغات هم همدمای محیط باشن. هم بزن و خوب مخلوطشون کن. حواست باشه گهگداری بین کار همزنت رو خاموش کنی و ظرفت رو کاملا دورگیری کنی. کره و شکر و تخم مرغت رو که حسابی با هم مخلوط کردی، حالا نوبت اضافه کردن رنگ خوراکیه. از هر برند رنگ خوراکی که دوست داری میتونی استفاده کنی. تقریبا 1/2 قاشق چایخوری رنگ قرمز رو به مایع اضافه کن و کاملا با موادت مخلوطش کن. اگه ویدیو رو دیدی و از دیدنش لذت بردی، یادت نره حتما لایک کنی، ویدیو رو برای دوستات بفرستی و همینطور برای دستورهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنی. حالا الکت رو بردار بیار. بذار روی ظرفت. 330 گرم آرد رو بریز توی الک، 15 گرم بهش پودر کاکائو، 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1/2 قاشق چایخوری جوش شیرین و همینطور 1/8 قاشق چایخوری نمک رو بهش اضافه کن. مواد خشکت رو کاملا روی مایع الک کن و بعد از این شروع به هم زدن کل موادت با لیسک کن. از اینجا به بعد از همزن برقی استفاده نکن. با لیسک اونقدری موادت رو هم بزن تا خمیرت کاملا جمع بشه. خمیر که جمع شد ظرف رو به مدت 2 ساعت بذار توی یخچال تا کمی ببند و سفت‌تر بشه. بعد از 2 ساعت استراحت از یخچال درش بیار و با 1 قاشق غذاخوری یا 1 اسکوپ بستنی از خمیرت جدا کن و بین 2 تا دستت گلولش کن. یه مقدار هم پودر قند بریز توی ظرف جداگونه و بذار کنار دستت. خمیرت رو که گلوله کردی بندازش توی پودر قند. حسابی توی پودر قند بغلتونش و درش بیار و همینجور آروم بچینش توی سینی فر. یادت باشه پودر قند اطراف خمیرت رو نتکونی. دونه به دونه خمیرهاتو گلوله کن، تو پودر قند بغلتون و توی سینی بچین و بعد به مدت 12 تا 15 دقیقه سینی تو داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد قرار بده تا کوکی ها بپزن و اینجوری خوشگل بشن. خب دوستان، کوکی های ترکدار رد ولوت خوشمزه‌مون حاضرن. همونطور که میبینید هم ظاهرشون جذابه هم طعمشون فوق‌العاده. امیدوارم شما هم این دستور رو امتحان کنید و لذت ببرید. یادتون نره اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و برای دیدن کلی دستورهای جذاب دیگه کانال رو سابسکرایب کنید. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.